بریم. اولین آوانس از همین الان این از پنجمین ضربه و ششمه. ایول آوانس اولشون رو بردن. من پسر محمد اشوان هستم. این 2 میلیون تومان پول نقد جایزه کسی که بتونه 6 بار به این وسیله ضربه بزنه بدون اینکه توپ دوبار به زمین بخوره. حالا بابت هر 6 بار 200,000 تومان جایزه نقدی میگیره. بستگی به خودش داره که چقدر قوی بتونه انجام بده و تمرکزش چقدر باشه. حالا ما چون که بانیم کلی مسافر اینجاست و بریم بینشون یه رقابت عالی برگزار کنیم. بریم ببینیم که برنده کیه. این آقا شرکت کننده اولمونه. لطف کنید بگید اهل کدوم شهرید؟ دیوان دره. خیلی خوش اومدید. چالش به این شکله که باید 6 بار ضربه بزنن، 2 بار به زمین نخوره و اگه بتونن 6 بار رو بزنن بابت هر 6 بار 200,000 تومان جایزه میگیرن. حالا هر چقدر که خودشون تونستن. اگه تونستن 3 بار 6 دفعه‌ای بزنن میشه 600 تومان. خودم سقط نشم این وسط عالی میشه. این توپ رو با فاصله 45 درجه از حالت چپ بیسید خیلی بهتره. این دو تا از آوانساشون از بین رفته و فقط یه آوانسش مونده. خب تموم شد. شرکت کننده دوممون اهل کجایین شما؟ والله خالتي معبد. یه خواب بخیر. مرسی. آره ایشون اهل معبده و خوش اومدین. اولا میخوان توی چالش شرکت کنن. من می‌خواستم اینو نگم وسط چالش ولی از اولش میگم 3 تا آوانس دارن و به ازای هر 6 باری که ضربه رو به درستی بزنن 200,000 تومان برنده میشن. هر چقدر که خودشون تونستن. بریم ببینیم چقدر دقت و تمرکز دارن. من پسر محمد اشوان هستم. 200,000 نفر دارن میبینن. 206,000 نفر. کله کسی رو نشکنید. ماشاءالله. این دوتا، این 3 تا، چهارمی و این یکی رو برنده بشی دیگه. ایوه این یکی دومین آوانس سامسون. این شانس آخرت 206,000 نفر هم میبینن. 2 این سومین ضربه و 3 تا دیگه فقط. وای نشد. اینم از شرکت کننده سوممون اهل همینجاست آقای کارای علیپور. خب بریم ببینیم چی کار میکنه. اوکی زیاد فاصله نگیر برگرده دم دستت. این اولی، این دومیش، این سومی، چهارمیش و انقدر نمونده. اگه دقت کرده باشی گفتیم نباید 2 بار بخوره بزنی. یعنی یه بار رو میخوره دفعه بعد خودت دوباره برو حالا دوباره برو. نباید 2 بار بخوره. 2 بار رو نباید بخوره. همینو باید بزنی. همینو باید. وای 2 تا از آوانساش سوخته. این اولی. این وای نباید محکم ضربه بزنی برگرده وسطه. این یه آوانس دیگه. این یه آوانس دیگه اول و آخر بازی. محکم‌تر بزن. این دومی. نه خور زمین. شما شرکت کننده چهارمیم. تا حالا هیچ کسی نبرده و بفرمایید اهل کدوم شهر؟ دیوان دره. اهل دیوان دره. اسم فامیلتون؟ اسم محمد نلایه. خیلی خوش اومدین. خودتون قوانین بازی رو میدونین. نباید 2 بار بخوره به زمین و بعد از هر 6 دفعه ضربه زدن مستقیم 200,000 تومان برنده میشه. هر چقدر خودت ضربه زدی ما محدودیت نداریم. ماشاءالله. اولی خیلی قشنگ بود. دومی نه. اولین آوانس سوخت. این فاصله تون رو از کش اولا که نباید اینجا گره بخوره. همیشه این رعایت کنید. یه 45 درجه از این ور فاصله میگیرید. اوکی. و یکم بیا جلوتر. عالیه. بریم که یه برنده داشته باشیم حداقل. این اولین ضربه. دومی هم زد و سومی. ایول. وای 4 نباید بخوره زمین. 5 و 6. ایول اولی 200,000 تومانمون رو برنده شدن. ادامهش هم میخواد بره واسه دومین ضربه. میخوایم جا رو عوض کنیم. فاصله رو کمتر کنه بهتره چون بخوره به ماشینه باید جایزه. گیر کرد تو درخت رو بگیر. اجازه بده. اگه زمین تنیس نداری این بهترین آپشنیه که میتونی ازش استفاده کنی. کلی شهرها مثل بانه زمین تنیس ندارن یا اونقدری تایماش سانساش هزینه‌اش گرونه و خیلی وقت هم تو دسترس نیست که من اینو بهتون پیشنهاد میکنم. حتما تهیه‌اش کنید دیگه. راکت هم داریم. ای آوانس سومت سوخت. آوانس چندمش بود؟ یه ویدیو بک بریم. آوانس دومش بود. یه آوانس بیشتر نمونده. خراب نکنی 400 تومن رو ببر. برو بریم.
ایول. اوه وای 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 سوخت. تقدیم به ایشون. قربان شما، خیلی لطف داشتین، شرکت کردین، باعث افتخاره. و شرکت کننده چهارممون آقای من بویری هستم از اصفهان، محمد. خیلی خوش اومدی آقا. بریم که شروع کنیم انشالله که همه شانسا رو ببرن، 600 تومن رو ببرن. بریم. اولین آوانس از همین الان خب ضربه اول، ضربه دوم، ضربه سوم، ماشاءالله ضربه چهارم، ضربه وای وای نه، آوانس دوم هم سوخت. من بهت پیشنهاد میکنم یکم یه جلوتر و وسط راکت بگیره، وسط راکت توپو بگیره که این یکی رو برنده بشی. این اولی، دومی، زیاد نرو جلو، زیاد نرو جلو، سومی، چهار، ماشاءالله نزار وای، شیش. این اولین آوانس. ایول ایول. یه پارتی بازی کردیم مسافره، یه پارتی بازی. ببخشید فعلا ایشون تموم بشه. این سومین آوانسته، یا با 400 تومن میری یا با 200 تومن. اوکی. این اولین ضربه، این دومیش، ماشاءالله. این سومی، اینو بزنید 4. اوه نه 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 نه، تموم شد تموم شد تموم شد. دوبار خورد به زمین. توپ نباید بخوره دوبار. بی احترامی نباشه، ولی اولویت با کسایی که از شهرهای دیگه تشریف آوردن و خوشحال میشیم اگه دلتون بخواد. آقای یادم رفت، آقای محمد هم جایزه‌شون رو گرفتن. خیلی تشکر میکنن که تشریف آوردید. ما یه افتخار. خوش اومدید به بانه. شرکت کننده ششممون آقای سیروان محمودزاده. آقای سیروان محمودزاده از همین جای، الان اینجای دیگه، الان بانه است. بریم ببینیم چیکار میکنه دیگه. عجله. این اولیش، این دومی و باختی. آوانس اولش سوخت. آوانس اولش سوخت. 3 تا آوانسه، 2 تا مونده. یا با 400 تومن میره یا با 200 تومن یا با هیچی. این اولین، دومی و آوانس دومم سوخت. باید 200 تومن میری یا با هیچی. ببینم چیکار میکنی. دیگه 200 تومن رو میگیرم. ایول. این اولین ضربه. وای نشد. اول خودتون رو معرفی کنید. رشید سقز. آقا از سقز اومدن و فاصله یه 40 دقیقه‌ای داره. کمتر ها؟ خیلی کمتر. بریم ببینیم چی کار میکنیم. اولین آوانس این اولین ضربه، این دومین ضربه. دومین آوانس هم سوخت. دومین آوانس هم سوخت. این راکت نباید به زمین بخوره دوستان. اگه تنیس تمرین میکنید یه 5 تومن فقط قیمتشه. راکت اورجینال ویلسونه و فقط 5 میلیون تومن قیمتشه. هیچی نیست. دومین ضربش، وای وای. سومی هم تموم شد. آوانس تموم شد. آوانس تموم شد. از کجا تشریف آورده؟ بوکان. از بوکان تشریف آورده. و اسم فامیلیت هم بگو. شریفی. قبلا تنیس کار کردی؟ خب قبلا تنیس تمرین نکرد. ببینیم چیکار میکنه. یا با 600 تومن میره یا با هیچی، یا با 200 تومن یا 400 تومن. بریم ببینیم برنده میشه. اولین آوانسش هنوز نسوخته. سوخت. خودمون نفر بعدی رو صدا میزنیم. دومین ضربه هم نه، آوانس دوم هم سوخت و تمام نشد. آره باختنیشون. نباید توپ دوبار به زمین بخوره. شرکت کننده بعدیمون با جناب آقا محمد هستن و ایشون هم از تهران، از اصفهان تشریف آورده. اسم فامیلیتون رو بفرمایید. مهدی منجی. تو میخوای چیکار کنی؟ هدفت چیه؟ هدفم انگیزه است. هدفت انگیزه است یا بردنش؟ ایول. ببینیم چیکار میکنید دیگه. این خدمت شما. و 3 تا آوانس دارید. این اولین ضربه، دومی هم زد، سومین ضربه، چهارمین ضربه. این از پنجمین ضربه و ششمین. ایول. آوانس اولشون رو بردن. جایزه اولشون که 200 تومن رو بردن. و بریم ببینیم چی کار میکنید. 2 تا آوانس دیگه داری، یعنی 2 تا آوانس دیگه. 400 تومن پول نقد میتونی ببری خونه با به جز این 200 تومنه. آره. جدی میفرمایی؟ این اولین ضربت، این دومی، سوم. این داری اشتباه میزنی یا این آوانس دوم سوخت. آوانس سومت مونده. ضربات رو مستقیم میزنی. تنیسه. اوکی بفرمایید. نه دیگه مستقیم میزنی. آفرین. این 1، این 2 تا، این 3 تا، 4، 5، 6. ایول. ایول.
آقا مبارکتون باشه، دمتون گرم، خیلی ممنونم که شرکت کردین. این خدمت شما، میتونید پیجم فالو کنید، ما در خدمتتون هستیم. و این آیدی پیجمونه، دارن از آیدی پیجمون عکس میگیرن، فیلم میگیرن. منم واسهتون آیدی رو اینجا میذارم که بتونید فالو کنید و اگه بخواید شرکت کنید توی چالشامون، حالا چه حضوری باشه. تهران هم میریم و از بقیه شهرامون هم میایم. آقای ولی عبیدی از کدوم میانداب از میانداب تشریف آوردن و بریم ببینیم چی کار میکنن. 3 تا آوانس دارین، اگه 6 بار ضربه بزنید 2 بار نباید به زمین بخوره، 200,000 تومان برنده میشید. 3 تا 200,000 تومان میتونید برنده بشید. ببینیم چی کار میکنید. حالا نمیدونم شرکت کننده چندمه، ماشاءالله خیلی زیاد بودن. این اولی، این دوباره سوخت، آوانس اول سوخت، سوخت داداش یختین. این اولی، دوم، آوانس دوم سوخت. انقدر محکم که بزن برگرده. اولی، دومیش، وای 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 وای، تموم شد. آقای مهدی اسفندیاری از کدوم شهر؟ تهران. تهران تشریف آوردن. پیجمونو داری؟ نه دیگه، نه اینطوری نمیشه. فالو کنید، یوتیوب رو سابسکرایب داشته باشید. قرار کلی توی ویدیوهامون هم چالش رو واسهتون جایزه بذاریم. شروع میکنن. اولین آوان جلو. این اولین ضربه، دومین ضربهش، وای آی وای آوان. این اولین ضربه، وای دومین ضربه، نزار، سومی، وای نه واقعا ناراحت شدم. این یکی رو میخواستم واقعا ببره. اهل کدوم شهری؟ اهل استان اصفهان، شهرستان گلپایگاه. خیلی خوش اومدید. چند سالتونه؟ یه 13 سالم پر شده. ایول. تمرین تنیس انجام دادی قبلا؟ نه، تجربهشون نداشت. تنیس هم انجام نداده. اسمت هم بهم نگو. ایمان نیکنامی. ایول آقای نیکنامی. فاصله بگیرید لطفاً تو بهتون نخوره. اوه اولیو، این اولین ضربه، اینم دومی، ماشاءالله. سومی نه، آوانس دومم سوخت، آخرین فرصتته، ببینم چی کار میکنی. از اصفهان اومدی اینجا یه کاری بکن. ایول. یا وای. اسم پیجتون چیه؟ اسم پیجمون موتیویت شاپ. شما آقای؟ از تهران اومدم. از تهران تشریف آوردن آقای محمد رضا و شانسمو امتحان کنم دیگه ببینم چی کار میکنید. پسرتون نتونست. آره ببینم خودت چی کار میکنی. فاصله بگیرید لطفاً. آره این قوانین هم که میدونی خودت. 2 تا وای، آوانس اول سوخت. این اولی، دومی، اوه وای معذرت میخوام. آره آوانس آخره. ایول. این اولی، وای. یه آوانس دیگه بهش میدم. ببینیم چی کار میکنه. این اولیش، این دومی، این خراب شد. این آقا هم پیجمون رو فالو داره، تشریف بیارن. اسم و فامیلتو بهم بگو. عبدالرحمن ابراهیمی، شهرستان بوکان. خیلی خوش اومدید. تشریف بیارین. و این اولین ضربه، این دومین ضربه، این سومین ضربه، چهارمین ضربه رو خراب شد. اولین آوانس خراب شد. اولی رو خراب کردی، بقیه رو خراب نکن. اوکی. ببین یه نیم ساعت وایسادی. گفتی که پیجم فالو داری. این اولی، دومین ضربه، سومین ضربه و چهارمی. واو نه. یا آوانس داری دیگه. این یکی برنده میشه به نظرت؟ توکل به خدا انشالله. ببینیم چی کار میکنه. ببینم چی کار میکنه. آقای رحیمی داره. واه. اسمتو بهم بگو. صدرا حدیزاده. از کدوم شهر؟ تبریز. خوشگلی. این اولی، آوانس اولش سوخت. نه دومین بار. این اولی، این دومین ضربهش وای خراب شد. مستقیم میزنی، مستقیم برمیگرده. 6 بار میزنی بدون اینکه دوبار بخوره به زمین. اوکی مستقیم، راکت هم به زمین نزن. این اولین ضربهش، دومی، سومی، چهارمی رو خراب کرد. آوانس اولت سوخت. ببین 2 تا آوانس مونده. یا با 200 میری، یا با 400 میری، یا با هیچ. کدومش میخوای خودت؟ 400. ببین چیکار میکنی. ببین ادعاست یا میتونی. ایول. این اولی، این دومیش، سومین ضربه، چهارمی، پنجمی، وای ششمی رو خراب کرد. این اولی، میگه دومی، وای